سلام. سید علی این مدت اخیر چند بار پی در پی رفته روی فرکانس انتخابات که آی بدو انتخابات تازه دارم، لبوی داغ، شلقم چاق، از هر دو جناح دارم، پاشیم بیاین مشارکت کنیم. اگر حضور پرشور مردم در انتخابات باشد این وحدت ملی را نشان میده. وحدت ملی قدرت ملی به وجود می آورد. قدرت ملی موجب امنیت کشور میشه. وقتی کشور امنیت پیدا کرد اون وقت علم در اون کشور پیشرفت میکنه، اقتصاد در اون کشور به شکوفایی میرسه، مشارکت یه چنین معجزه‌ای میکنه. 40 ساله که یه متن گرفته دستش، هر بار قبل از انتخابات میاد عین همین جملات تکراری رو بلغور میکنه. آهای اقتصاد شکوفا میشه و اینا. آخه مگه اول راهیم؟ مگه اولین نمایش انتخاباتتونه؟ بچه که گول نمیزنی؟ آخه مگه تو سالیان گذشته کم از این نمایش ها داشتید؟ تو بگو بعد از کدوم انتخابات یه مسئله تو این مملکت حل شده باشه؟ تورم، بیکاری، قیمت گوش، قیمت مسکن، خط فقر، هر سال از سال قبل بدتر. جناب آقای خامنه ای، شما میفرمایید اگر نیان رأی بدن به ضرر مردم میشه، بفرما این نان و نان خوردن به گدایی کجاش بهتر میشه؟ ها یه تونه خاویار بادمجون 100,000 تومنه. آخه بی وجود کدوم خانوار 10 نفری 15 نفری 5 نفری میتونه 500,000 تومن بده که 5 تا تن بگیره؟ بادمجونی پخته تو قوطی رفته، آب چشمه خودشونو میفروشید 3 برابر پول بنزین. کجاش بهتر میشه؟ بیا مشارکت در انتخابات قرار بود معجزه بکنه علی خامنه. الان که دیگه رئیسی نوشش تو سر کار آوردی وضع فاجعه بارتر از همیشه است. الان دیگه چی میگی؟ آخه بعد از هر انتخابات باز نظام همون دیکتاتوری ولایت فقیه هست که بوده، با همون قوانین ضد انسانی، با همون احکام شلاق و اعدام و حجاب اجباری و اختلاس و فسادش. کدوم مشکل تو انتخابات حل شده که این دومیش باشه؟ دشمن شروع کرده توی مردم زمزمه کردن و متاسفانه زمزمه هم دهن به دهن داره میچرخه. مردم هم بعضیا ناخواسته یا بی توجه این جمله رو زمزمه میکنن، میگن آقا امسال مشارکت انتخابات ضعیفه چون وضع معیشت مردم خوب نیست. مردم تو دهنا میگن، همه حرف رو به هم میزنن، در حالی که اصل تلقین مال دشمنه. آخه کپک، بلایی که شما تو این 40 سال سر این مملکت آوردید 100 تا دشمن با هم دست به یکی میکردن نمیتونستن این کارو بکنن. مشکل اصلی و دشمن اصلی یکی بیشتر نیست که همون ولی فقیه دیگه. یکی از جملاتی که اخیراً مسئولان تو مصاحبه و سخنرانیاشون زیاد استفاده میکنن، یعنی آقا دشمن در صدد ایجاد نارضایتی در مردم است. مثلا برادر من تو اصلا فرصت دادی یه 2 تا کارمون بکنه، اصلا به ما فرصت دادی از این نارضایتیامون قشنگ بشینیم با حوصله لذت ببریم؟ هنگ کردیم مثلا همزمان 9 تا 10 تا با هم. صبح پا میشیم میبینیم مثلا هوا آلوده، همه دارن خفه میشن، گوش کیلو 700,000 تومان مرغ تو بازار نیست، 3.5 میلیارد دلار اختلاس شده، نمیدونم از من ماشین می‌خواستی بیاری 5,000 دلار تو بازار ماشینت شده 5 میلیارد تومان. تورم درست کردی به خاطر بی‌انضباطی دولت، 50% همینجوری مردم فقیر شدن، هزینه‌های بدیهیشون رو نمیتونن بدن، بعد دستمزدا رو گفتی فقط 20% میخوام افزایش بدم که همینجوری بخش دیگه از سفره مردم کنده بشه، رکود زیاد بشه، کاسبا و کارآفرینان و شرکت‌ها کاسبیشون ضعیف‌تر بشه. بعد از اون ور برای اینکه خیلی هم بهتر کار کنه گفتی 50% هم مالیات رو میخوام برای سال آینده زیاد بکنم. حالا دشمن بدبخت این وسط چیکار داره میکنه؟ مثلا فرصت وسط کارات یه نفس بکش، بذار اونم یه 2 تا کار بکنه. شما هم برای سلامتیت خوب نیست اصلا انقدر فشار داری میاری. من همین اخیراً با یکی از همین دشمنا داشتم صحبت میکردم و اینا داشت درد دل میکرد، گفت آقا اصلا ما احساس پوچی و بی‌عرضگی و بی‌مصرف بودن به ما دست داده. صبح پا میشیم میخوایم یه نقشه بکشیم، یه کاری بکنیم، میبینیم 2 تا حرکت زدن اصلا تو مخیله ما نمیگنجی. جالب اینجاست خودشون قبول دارن که اوضاع معیشت مردم خوب نیست، ولی میگه خودتون هم چیزی ندارید بخورید مهم نیست، مهم اینه که فقط بیایید به ما رأی بدید. بابا مردمی که 45 سال توی انقلاب وایستادن کی به شکمشون نگاه کردن که امروز بکنن؟ کی شکمشون معیار حرکتشون بودی که امروز باشه؟ مردم 8 سال دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن، مگه شکمشون مطرح بود که امروز بیان بگن چون ما معیشتمون ضعیفه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم؟
بابا اگر مردم مشکل معیشتی دارن باید در انتخابات شرکت کنن. خودش رو هر ترازویی بره عقربش میشکنه، بعد میاد دم از نخوردمونی مردم میزنه. یارو خودش فقط یه قلم از قبل موقوفه میلیاردی داره به جیب میزنه، بعد از مردم میخواد که با شکم گرسنه‌ام بیایید به امثال من دزد رأی بدید. آش اینقدر شروع شده که دیگه صدای خودی‌هاشون هم توی مستنداشون در اومده. حاج آقای علم‌الهدی شبا میان اینجا و قصد داریم که بریم انشالله از نزدیک و صحبت کنیم و تصویر که حتما نمیتونیم خوب بگیریم. حاج آقا من مستندسازم، ساعتان بازی دارم ضبط میکنم. یه سوالی که توی مجازی ها به ما میپرسن میگن چجوریه که حاج آقا یک موقوفه رو گرفته خودش اصلا این مدیریت نمیکنه، داده رکاد به کسی دیگه ای 50% سرمایه میگیره. موقع مسئول حاج معتقدیش منم، حقا دولش به من تعلق داره، بنده حقا دول چیکار کردم؟ من 50% دست اوقاف دست ما نیست، کادر میگه کارا رو اوقاف این همینجور بنای مرض دارن خب دیدیم دیگه، حاج آقا گفتن یه حق التولیه بهشون میرسه، اونایی هم که این حرفا رو میزنن مریضن. حالا اینکه موقوفه مسجد گوهر شد بیش از 1000 هکتار زمین داره، کلی اموال داره، ماهی هم میلیاردها تومان درآمد داره، این که چیز خاصی نیست. یعنی دزدی‌ها و چپاول این بوفالوی نظام اونقدر تابلوه که تو مستندهای حکومتیشون هم مجبورن بهش اعتراف کنن تا حرفشون خریدار پیدا کنه. حالا علی خامنه خودش این تنور انتخابات رو دست گرفته و مثل آگهی بازرگانی وسط فیلم هی تبلیغش رو میکنه تا یه جوری مثلا گرم بشه. دشمن فعاله تو این زمینه، کاملا پرکار، برای اینکه مردم رو از صحنه خارج کنن. یکی از کاراشون مایوس کردن از آینده است. شما ببینید چقدر تو این رسانه‌های وابسته به دشمن یا صریح یا غیر صریح اینا مردم رو مایوس میکنن از آینده. یه نکته منفی رو پیدا میکنن، اینو تأمین میدن، بزرگ میکنن برای اینکه مردم مایوس بشن. عمده هم جوان‌ها رو مایوس کن. حضور در فعالیت‌های سیاسی چه فایده داره؟ حضور در انتخابات چه فایده داره؟ اینو ترویج میکنن، روش کار میکنن. به رخ کشیدن کمبودها و سختی‌ها در امور اقتصادی. خب بله ما مشکل اقتصادی داریم، شکی نیست، وجود داره، این ضعف‌های اقتصادی وجود داره، در این هیچ تردیدی نیست. اینا رو به رخ میکشن. تنها حرف درستی که گفتی همینه که دشمن فعال است، چون دشمن تو یعنی مردم و مقاومت و کانهای شورشیشون واقعا فعال هستن. و در آینده هم قراره که فعالتر بشن. اما یه جوری میگه با پیدا کردن یک نقطه منفی میخوان مردم رو مایوس کنن که انگار نقطه منفی تو این نظام پیدا کردنیه. بابا ملت از صبح که میان بیرون فقط دارن با نقطه منفی برخورد میکنن. اون از حجاب اجباریشون، از هوای آلودهش، اون از گرونی، تورم، باز میکنه خبر بخونه اختلاس 3 میلیاردی، این ور زندان، اعدام، شلاق. این که به رخ کشیدن نمیخواد، این مثل هواست، همه دارن حسش میکنن. حالا تو بیا بگو باید هر طوری هست صف رأی را تشکیل بدید تا تحول بشه و ال بشه و بل بشه. انتخابات تحول ایجاد میکند، با انتخابات میشود تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنن. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. کدوم تحول؟ یک کسی از تحول صحبت بکنه که خودش قابل تحول باشه، نه یکی مثل تو که 34 سال اون بالا روی کرسی ولایت نشستی، صفر چسبیدیش و یک مملکتی رو به خاک سیاه نشوندی. تا وقتی که ولی فقیه توی نظام حاکمه که حرف از تحول جوکم نیست. یه مسخره فروشی به اسم انتخابات را انداختین، هر چند سال یه بار یه مش پاچه‌خوار و مالکش دستچین شده رو توی ویترین میذاری، بعد میگی ملت برید یکی از اینا رأی بدید. تازه آخرش هم باز حرف ولی فقیه و فرقی نمیکنه که کی بیاد. یعنی از هر قلم، از هر قماش ما آدم داشتیم توی رأس حاکمی دولت. آیا تونستن مشکل رو حل کنن؟ مشکل در حد دولت ها نیست.
چون اگر در حد دولت‌ها بود این دولت‌های رنگارنگ باید یکیش موفق میشد دیگه. ولی الان جالبه تمام رؤسای دولت‌هایی که ما داشتیم غیر از آقای خامنه‌ای الان همشون ممنوع تصویرن. یعنی ببینید تو جمهوری اسلامی به چه جایی رسیدیم. شخص اول اجرایی مملکت بعد از اینکه دورش تمام میشه ممنوع تصویر میشه. فضای بازی گل کوچیک شما رونالدو رو هم بیارید میبازه، درست نمیتونه عمل بکنه. آقای رئیسی مگه نماینده شما نبود؟ تونست کاری بکنه؟ یک گره کوری تو کار این مملکت هست که اون با دست دولت‌ها باز نمیشه. و شاهدش هم اینه که تمام دولت‌ها آخرش به بنبست خوردن و همه رئیس جمهورهای ما ممنوع تصویر شدن. گره کور نظام دست رئیس جمهور نیست، دست رهبریه. پس مردم که میدونن، خودشون هم میدونن که گره کور اصلی خود پدیده ولی فقیه با سلطنت مادام العمره که اصلا هیچ ربطی به انتخابات نداره. تازه اینکه چیزی نیست. تو جنگای باندیشون خودشون هم اعتراف میکنن که آقا اصلا انتخابات تو این نظام یه چیز تزیینیه. یعنی ساختمون نظام همون اصل ولایت فقیه داره کارش هم میکنه. انتخابات مثلا یک گلدون دیواری فقط جنبه تزیینی داره. ولی یه عده‌ای هستن که این صحبت‌های رهبر رو گوش میدن و میبینن ولی در ذهن خودشون احساس نمیکنن که رأی مردم مشروعیت میاره. فکر میکنن یه مقبولیتی برای نظام میاره. میگن نظام رو دارین میگین؟ حالا مثالش مثلا افرادی هستن در خود شورای نگهبان یا در مثلا جامعه مدرسین در قم، اینا افراد زیادی هستن. اینا میگن نظام ولایت فقیه خودش یه نظام مشروعیه، ولی حالا این که مردم رو هم قبول کنن، حالا یه انتخاباتی برگزار کنیم مقبولیتش بالا بره. ولی اون چیزی که خیلی خطرناکه اون عده‌ای هستن که انتخابات رو زینت میدونن. اون دفعه هم گفتم نگاهشون با انتخابات اینجاست. منظورشون این تفکر نگاهو داره آقای هاشمی که زینته. خب من اسم نبرم، مثل تفکراتی حالا مثلا شاید مثلا شبیه تفکرات آقای تفکرات آقای مصباح مثلا. درست. بله. یا مثلا کسانی که طرفدارشون هم مثل پایداری ها. معتقد هستم که بایستی برای من برای عرایزم و ایشون برای فرمایشاتشون سند بیارن و همینجوری نمیشه گفت. مثلا اینکه مورد آقای مصباح میگن ما هم چیزی ازشون خبر نداریم. طرف جوری دروغ میگه که بسیجی‌های پای تلویزیون هم از خودشون میپرسن ما چیکار کردیم که اینقدر خر به نظر رسیدیم. آخه فیلم مصباح یزدی که انتخابات توی نظام رو مثل سیب زمینی رنده میکنه که الان تو اینستاگرام وایراله. اینهاش هوش نگاه کن. مردم چه دارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن همچه حقی رو؟ مردم تعیین کردن یکی به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنن؟ فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. پس تفکر حاکم تو نظام اینه که همه چیز دست ولی فقیه. رأی مردم و انتخابات و دیگه اینجور حرفا به قول خودتون تزییناتیه. مهمتر از همه اما این هست که حنای انتخابات توی این نظام برای مردم دیگه هیچ رنگی نداره. مردم الان دنبال راه حل‌های بنیادی‌تر از این حرفان. ببینید باید بدونیم امروز نیمی از جامعه و مردم دارن زیر خط فقر و با مشکلات اقتصادی جدی دست پنجه راه میکنن. حتی میشه گفت بعضیاشون له دارن میشن. اگر ما بریم به سمتی که همینجور این تورم‌ها ادامه پیدا کنه و در نهایت ما بندازیم تقصیر همدیگه، مردم که قبول نمیکنن. من بگم تقصیر فلانیه، ایشون هم بگه تقصیر فلانیه، مردم چی؟ مردم میگن خب هر دو تاتون عین همین، برای ما چه فرقی میکنه؟ چه راست، چه چپ، چه اصلاح طلب، چه میانه رو، چه مثلا افراطی، چه غیر افراطی، نهایتش اینه که ما رو فقیر کردیم. بعد خدا نیاره اون روزی که مردم قبول کنن که به جایی که برن به سمت انتخابات برن به سمت هرج و مرج، برن یه روش غیر مسالمت‌آمیز انتخاب کنن. آیه شرمدار میدونن که اگر خدایی نکرده کشور به این ورطه بیفته چقدر خطرناکه برای نظام، برای انقلاب اسلامی. و همه ما به یک صورتی در یک کشتی هستیم که اگر این اتفاق براش بیفته و افراطی‌ها هی کشتی رو سوراخ کنن، دیگه ما چند تا دست داریم دستمون بکنیم توی سوراخ نذاریم کشتی غرق شه. پس قضیه اینه، بحث جدی روی میز خامنه است که الان افتاده دنبال مشارکت در انتخابات. هدفش هم این باند و اون باند نیست. هدفش جلوگیری از غرق شدن کشتیشه.
بایستی اصل منطق انتخابات در جمهوری اسلامی روشن بشه. چرا انتخابات میکن؟ اون چیزی که جلو هرج و مرج و اغتشاش و ناامنی رو میگیرد انتخابات است. اینهاش دغدغه اصلیش امنیت نظامشه و ترس از قیام. همه این بازی انتخابات و رأی و صندوق و این پروپاگاندا برای اینه که ملت رو برای یک مدتی معطل انتخابات کنه، با تاکتیک از این ستون به اون ستون فرجه فعلنی تا اسفند همه چیزو بند انتخابات کنی. وگرنه که این موجود خودش هم میدونه که انتخابات کیلو چنده تو این مملکت. کی الان به فکر رأی دادنه؟ حرف ملت یک کلمه بیشتر نیست که آقا باید در این نظام آخوندی و ولی فقیهش رو تخته کنی بره. مجموع حرف من اینه که تمام آخوندا دستشون توی خون جوانای مملکتیه که همینطور کشتن، حتی سینما رکس، حتی کوی دانشگاه فلان، حتی سال 96 دیما. کل جمهوری اسلامی رو دارم میگم که این قضیه تموم بشه، یه 3 نفر دیگه دقیقاً از هم بپاشه، یه عده دیگه بیان مدیریت کنن، شاید قضیه درست، شاید که قطعاً درست میشه. چون از این هست، چون واقعاً از این بدتر دیگه نمیشه. بهتره. ولی سیستم جمهوری اسلامی بره، اون آقایی که اونجا تو کرسی رهبریت نشسته بره، کلا بره، نباشه، نه خودشو میخوایم نه پسرشو میخوایم، هیچ کس رو نمیخوایم، بره. با این وضعی که میبینیم خیلی واضحه که شرایط دیگه شرایطی نیست که ولی فقیه بتونه مانورهای انتخاباتی برگزار کنه. الان مشارکت و تحول و تزیینات انتخاباتی باشه پیشکش. با این وضعیت کف جامعه شما حتی از فردای خودتون هم خبر ندارین که چی میشه. احساسم این هست که امروز کشور ما توی مقطع خیلی خطرناکی قرار گرفته، خیلی خطرناک. اگر با این دست فرمانی که تا حالا اومدیم بریم، سقوط قطعیه، سقوط قطعیه، یعنی سقوط نظام و به تبع این آینده کشور چه میشه خدا میدونه. شما تو همین قضیه سال گذشته دیدید که چه رفتارهای تندی از دو طرف دیده شد، یعنی معلوم نیست چه اتفاقی میفته، خیلی خطرناکه. با این دست فرما میخوایم به کجا برسیم؟ خیلی خطرناک. از این جهت من نگران هم سقوط نظام هستم، حالا به هر شکلی، میخواد در قالب انقلاب باشه، در قالب فروپاشی باشه، اینا رو دور از ذهن نبینید. ببینید شما تاریخ رو ببینید، محمد رضای پهلوی هم تا چند ماه قبل از اینکه کشور رو ترک کنه باورش نمیشد. گفت نفت گرون شده، پول دستمون هست، بعد هر جا میرم میان استقبال هم دستبوسی انجام میشه، مثلا باورش نمیشد. آمار میگفتن قبول نمیکرد، ولی اتفاق افتاد. بله اتفاق افتاد و برای این یکی هم اتفاق میفته. وقت بخیر و خدا نگهدار.